میدم مثلا هر که برای استایلت کردی چقدر بود؟ کفشش باره اصلا آدم خفه شو پول ندارم 1 میلیون ویو بخرم. سلام بچه‌ها، قسمت دوم کادکست رو داریم با پارسا، یکی از دوستای خوبم. چاکریم، خوش اومدی به برنامه. خوش اومدی. مرسی. یکم اولش راجع به ونکوور صحبت کنیم. ونکوور چطوره؟ چند وقت هوا خوبه، بارون اومده. دیگه ونکوور اومدیم دیگه. الان چند وقته من اینجام؟ الان فکر کنم 7 ماه. 7 ماه. تقریبا 7 یه من اینجام. قبلش ترکیه بودی درسته؟ آره من ترکیه بودم. چطور بود؟ ترکیه هم هوا گرم بود. ترکیه که دیگه خیلی دیگه باید گرگی باشی بتونی توی ترکیه بتونی زندگی کنی واقعا. ولی خب خیلی خوشحالم بچه‌ها پارسا اومده ونکوور. وقتی اومده واقعا اصلا شهر یه حال رو هوای جدیدی گرفته. اکشنی تو شهر اومده. حالا هم خودش هم داداشش آریا که واقعا خیلی دوستش داریم و هممون. حتی آریا بیشتر تو اکشناش نیست. آریا کلا یه شخصیت خیلی آرومی داره. خب یکم راجع به آریا صحبت کنم. آریا چجوریه؟ آریا هم خوبه. اونم آفتابیه. آره آریا هم که همونطور که از ویدیوهاش می‌بینی دیگه خیلی سطح ویدیوهاش خیلی من خیلی حال می‌کنم. حالا شاید خیلی مثلا دوست نداشته باشن، نمیدونم دوست داشته باشن مثلا ریاکشن بری هی نمیدونم ویدیوهای عجیب غریب بگیری اینا، نمیدونم بلایند دیت بذاری. حالا بلایند دیت رو نمیگم بده، باحاله، من خوشم میاد. ولی مثلا ویدیوهایی که آریا میگیره مثلا تایپ منه. من خودم مثلا میدونی مثلا خیلی وقتا اصلا دو تا داداش هستن با هم دیگه حال نمیکنن با کار هم دیگه. ولی مثلا من واقعا با ویدیوهاش حال میکنم. آخه ویدیوش خیلی باحاله. آره قشنگه. بیس باحالیه. وقت میذاره و واقعا دمش گرم. خب نظر راجع به یوتیوب چجوریه؟ درآمدش چجوریه؟ درآمد آریا چقدره؟ بشوخه. ببین درآمد، ببین شما وقتی مثلا میخوای یه یوتیوبر شی اصلا نباید به درآمد الان فکر کنی. درسته. به خاطر اینکه اول باید کسایی که تازه دارن یوتیوب آره اصلا واسه کسایی که تازه میخوان شروع کنن مثلا چه جوری مثلا بحث اینه که دقیقاً بحث اینه که شما باید اول ویترینتو بسازی، محصولتو بیاری تو ویترینت یه ذره حالا بگذره بعد فکر درآمد باشه. الان خیلی یوتیوبرها اصلا میان خیلی همون اول دوست دارن که پول در بیارن. آره سریع میخوان مثلا یارو بیاد و مثلا $10,000 ماهی در بیاره. تو یوتیوب چند وقت شروع کردی؟ پارسا کی شروع کردی؟ من از 50 سال یوتیوب. ببین من اصلا یوتیوبر نبودم، یعنی یوتیوب دوست نداشتم کار کنم چون که یوتیوب دو حالت داره. سنگین لطمه میزنه به کریر موزیکت چون میخوای یه کرکتری داشته باشی که مثلا زیاد خودتو نشون ندی، یا از اون ور دیگه هر روزت باید باشه توی اینترنت. پس باعث میشه که تو موزیکاتی کمتر شن، اون ایگو هنری آرتیستی خوانندگیت بیاد پایین، از اونور مثلا این بره بالا، چون میدونی مثل قشنگ یه نه همچین چیزیه، نمیتونی جفتشو با هم ببری بالا. ولی خب تو کار نمیکنه. تو بیشتر فوکست رو کارته، یعنی من بیشتر فوکسم الان راستشو بخوای روی یوتیوب. یعنی یه مدت نبود روی موزیک بود. من اینجوری کار میکنم، از اون خسته میشم میام اینور، از این خسته میشم میرم اونور. خیلی خوبه دیگه، از هیچ کدومشون هر موقع خسته بشی یکی هست که جایگزین. آره ولی بعد یه مدت که همینجوری هی بازی کنی آره رفتم تو کمد. دقیقاً. بعد یه چیزی ولی داره توی مدت بالاتر اینا جفتشون که هی بالا پایین میشن همینجوری دارن بالا هم میرن. یعنی تو داری هم یوتیوبر قوی هستی هم موزیکاتو گوش میدن. مثلا مثال میزنم، مثلا اتفاقا من داداشم مثال داداشم من یوتیوبره، مین کارش یوتیوبه. من خواننده‌ام، مین کارم میوزیکه. ولی تو شغل اون میرم میام، اونم تو شغل من میاد میره، اونم میخونه. اونم یه موزیک داده با عزیز محمدی، نمیدونم اومدن عزیز و که اکسر لبخند بزن تو بخوره لوپجه. ادیتوری موزیک آریا اینو برای بچه‌ها این بالا بیاد اینجوری. اومدن عزیز و که اکسر لبخند بزن تو بخوره لوپجه. آره میگم یعنی که ببین، ولی اونو به عنوان موزیسین نمیشناسن. آره و منم به عنوان یوتیوبر نمیشناسم. پس ولی خب درسته؟ میری و میای. پارسا به خب. نظرت تو یوتیوب ایران کیو اصلا بیشتر قبول داری؟ آریا دیگه. واقعا آریا که واقعا هم کارش درست. آقا ببین آریا، کوروش، فرشاد سایلنت،
سوگنگ، نمیدونم پوتک، همین دوستام. همه دوستاتم. آگه همه دارن. بعد ببین این آدمو که الان گفتم، حالا کسی از قلم افتاد ناراحت نشه الان، چون خیلی هستن یوتیوبر زیاده دوستام. مثلا اینا که دارن کار میکنن، یه خوبی که داره هر کدوم رنگ کار خودشونو دارن. خب پارسا چی شد که معروف شدی؟ یه شب آقا من یه موزیک داشتم، یعنی یه موزیک اومده بود، من برداشته بودم اینو به یه ورژن ایرانی خونده بودم واسه خودم همینجوری تو خونه. آره با یه لپتاپ خسته. آقا اینو واسه دوتا دوستان فرستادم که ببینم مثلا میکس مسترش چجوریه، حالا کثافت. بعد ایران بودی اون موقع؟ یه رفیقام گفتن آقا اینو بذار بالا، گفتم نه بابا این موزیک خارجی، من داشتم فارسی خوندم، می‌خوام ببینم چه جوریه مثلا الان نسبت به مثلا ساوند اونا در میاد نمیاد. و گفتم آره باحاله. هی گیر دادن آقا اینو بذار بیرون، هی اینو بده بیرون. بعد دیگه آقا گذشت یکی دو روز، بعد اینستاگرام هم 200 نفر بود مثلا، همه رفیقات. تلگرام 100 نفر 100 نفر. اوه 1 2 3 گفتم واه، مثلا الان اینو یه پست بزنم 100 نفر میبینن. خب آقا هیچ، ما گفتیم باش. شب اومدم بخوابم، اینستاگرام خسته و یه دوست دختریم که جوابتو نمیداد و اوضاع خراب، اوضاع احساسی خراب. آره یه مثلا یه دوست دخترم شما دانشگاه مثلا مونده بود دیگه 20 سال. ریز باشی نفسی جلو. آره دیگه مثلا اونم به زور جواب سلاممونو میداد. خب بعد آقا هیچ پارسا واقعا اومدیم این MP3 رو شب همینجوری خواب بودم گفتم ولش، همینجوری کرم دست تو گوشید میخوای یه کاری بکنی، میری اینور میای اونور، تکستات هم که خالیه چک میکنی خبری نیست. اومدم گفتم مثلا MP3 رو بزنم تلگرام، انداختم تو تلگرام. آقا انداختم تو تلگرام، تو همون 100 نفر بودن. خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم نوتیفیکیشن هم زده 500 تا 400 تا نمیدونم 100 تا اونور همین بالای این اپلیکیشن ها. گفتم چی شده و اینا، مثلا همینجوری از خواب بیدار میشه مثلا. رفتم تو تلگرام همینجوری چک خیلی کنم، برای جالب بود. دیدم فالوورام از 100 نفر شده 3000 نفر تلگرام. گفتم چی شد؟ بعد دیدم MP3 مو ویوشو زدی 1M. 1 میلیون ویو خورده. آره بعد 1M گیر میکرد دیگه تلگرام اون موقع، بعد نشون نمیداد. گفتم رفتم تو اتاق آره گفتم این چیه؟ این چیه؟ گفت نمیدونم 1M 1 میلیون خورده ویو، فیک خریدی؟ آقا خفه شو، پول ندارم 1 میلیون ویو بخرم. آقا این چیه و اینا؟ رفتم اینستاگرام گشتم دیدم موزیک ترکیده. جدی به خدا. چی بود پارسا؟ هایبچ. حالا یه استرایک نخوری. من بچه هایبچو میذاریم بالا حتما. آقا این ترکید خب عین بمب. بعد ترکید، بعد هایبچ دیگه، بعد هایبچ دیگه دهنم سرویس شد که بگم اینو من خوندم، هر جا میرفتم آقا این کار من بود، اینو من بود. واقعا هایبچ بچه خیلی اون موقع. ولی خب یعنی استارتش از اونجا خورد، چون خیلی موزیکش. اون موقع کجا بودی پارسا؟ ایران بودی یا ترکیه؟ ترکیه بودم. ترکیه بودی هایبچ بودی. آره هایبچ شدم ترکید دیگه، از اونجا بهم یه انرژی داد اون کار که دیگه ببین برام سوده. چرا سود داشت نمیام نداشت، باعث شد بقیه موزیکایی که دوست دارم رو گوش بدن مردم. یعنی تو با یه چیز الکی میتونی یه سری گول بزنی که بیاد حالا چیزی که خودم تولید میکنم و گوش بدی. این چه میگم؟ آره. یعنی مثلا یه همچین چیزی میمونه. و قبل اون بازم موزیک آماده داشتی؟ دیدی دم یه رستوران یه فراری میذارن که همه بیان تو، بعد میان تو قرمه سبزی میکنن. آره این شکلی بود. خب لحاظ رابطه‌های احساسی که الان داری، رابطه‌های فشاری احساسی الان در حال حاضر با کسی دوستی؟ چجوریه وضعیت؟ در حال حاضر نه، سینگلم، ولی ونکوور رو دوست داری که خیلی خوش میگذره؟ براه بعد براه پارسا همیشه همه چی براش براهه، همیشه براه. آره ما می‌بینیم زده. البته وقتی اومدم ونکوور قبلش هم بوده، ولی خب دیگه تو ترکیه هم یه سری حرکت‌های احساسی اونجا پیش اومد و اومدم اینجا دیگه. خب نظر راجع به عشق چیه پارسا؟ از دهن پارسالیپ می‌خوایم بشنویم که عشق چه معنی داره برای پارسالیپ. ببین عشق خب خیلی چیز بدیه، یعنی باعث این میشه نقطه ضعفات بیاد بیرون، انگرتو میکشه بیرون، گشنگیتو میکشه بیرون، کاراتو خراب میکنه. یعنی تو داری کنترلتو میدی دست یه نفر دیگه،
دست تو نمیدم من کنترل. دست دختر رو. آره این اشتباه فکر نکنین حالا ما. من استریت هم آقا استریت کنترل تو داری میدی دست یکی دیگه تازه با عشق داری هدیه میکنی ولی یه اتفاق که میگه آقا منو کنترل کن بدون این. حالا منظورم از کنترل کردن نیست که مثلا تکست بده کجایی بگی مثلا خوابم بیدارم رفتم اومدم. احساسات تو داری میدی دست این نفر که بود بتونه بازی کنه. تا حالا عشقو تجربه کردی؟ آره هر روز تجربه هر روز بچه با عشقی هستی خیلی زندم. ببین عشقو شما میتونی توی ساختن یه چیزی تجربه کنی. خب حالا عشق روابط بین دختر و پسر خب یه عشق خیلی عجیبیه. آخه تو اصلا نمیتونی درک کنی. خب ببین اگه میگی آقا من اصلا از این آدم خوشم اومده، خب مثل مجسمه، مثلا شما این مجسمه خوشت اومده اینجا داریش، خب این مجسمه بشکنه ناراحت میشی؟ آره دیگه. خب پس اونم مثلا اون آدم اگه بره از زندگیت بیرون ناراحت میشی. خب ولی عشق وقتی صورت میگیره که اون آدم از زندگیت هم بره بیرون نمیتونی یادت بره، جایگزین هم نداره. تو اینو میتونی بری بخری ولی اون نمیتونی اونو ولی نمیتونی بری بخریش. خیلی دارکه. حالا توصیت به بچه‌ای که الان دارن این ویدیو رو میبینن که عشقو تجربه کنه تجربه نکنن. عشقو تا میتونید تجربه کنید که صفر شید. چون اگه تجربه نکنی بری تو سنهای بالاتر بخوای تجربه کنی یه حرکت اشتباه میتونه زندگی تو به هم برسه. خودت چی مثلا نظرت راجع به روابطی که ته ندارن چیه؟ ببین خیلی رابطه‌ها هستن که اصلا ته ندارن، یعنی اصلا مبارزه یه رابطه‌ای میشه که ته نداره و خودمون هم در جریانیم که ته نداره، میدونیم ته نداره. ولی خب حالا از روی اینکه تنها نباشیم، از روی اینکه وقتمون بگذره، از روی اینکه بخوایم حالا بگردی بری بیا با هم باشیم، خب واردش میشیم و اینو دو طرف میدونن که ته نداره و همون اولش یعنی در جریانیم که ته نداره. ولی خب حتما نباید ته داشته باشه. چند تا ته گفتی تو هم یه تیکه؟ آقا بچه‌ها کامنت کنید اینو چند تا ته شد. آره دیگه یه موقع از قراردادی می‌نویسن جدی می‌فرمایید. ولی جدی دو حالت داره دیگه، یا ته داره یا ته نداره. ولی رابطه هایی که الان به نظر من وجود داره همشون ته نداره، چون همشون تقریبا 90%شون ته نداره. تو مثلا میری توی رابطه که ته نداره. یعنی همون که اول میگی گفتم ته نداره. آره مثلا ما با هم دیگه آینده‌ای نداریم، ما اومدیم با هم دیگه یه شب دو شب فشاری احساسی با هم بریم بیایم. خب بیشتر احساسیه. بعد آقا میری تو احساس میکنی که نه گیر کردی. خب اون تهدار میشه یا نه؟ ببین تهدار یا خودتو اذیت میکنی؟ ببین من سعی میکنم که اگه وارد یک کسی بشم که احساس کنم که گیر کردم، سعی میکنم که یکم دیگه بیشتر احساسو بذارم کنار، عقلانی فکر کنم که ببین اصلا داستان چی، الان گیر کردم این وسط چه جوریه. ولی ناراحت میشی؟ ناراحت میشم، آفکورس ناراحت میشم. نمیتونی بیای بیرون، سخته برات بیای بیرون. نمیتونی ناراحت نشی. تو نراحت نمیشی؟ من ناراحت میشم. تو هم ناراحت میشی. من هم احساس دارم. آرتیست. دو تایی با هم ناراحت شیم. آقا ما استریتیم بازم. بحثه میاد سمت خودمون. ببین خب حالا که آرتیستی و الان تو کار تو هنرت، دخترها چه جوری ان الان باهات؟ یعنی چه جوری بهت نزدیک میشن؟ تو چه جوری نزدیکی؟ چه جوری مخ میزنی؟ احساسی میاد. بگو که بچه‌ها اینو الان توضیح دادم اینجا. توضیح بده چه جوری مثلا به همه نزدیک میشی حالا؟ خب ببین خیلی سخت میشه که من با دختری مثلا کانکشن بزنم. دی ام بهت میدن مثلا بیشتر تو اینستاگرام مثلا چه جوریه؟ اونجا که دیگه فراوونه. نمیشه همه رو جواب بدی. اونجا نمیشه. خب ولی تو شرایط خیلی سختی مثلا یه جای هم صحبت میشی با یکی، ناخودآگاه مثلا تو اون جمع بغلت نشسته. شوخی میگم. بغلت نشسته. خب بعد بیشتر رو در رو این کارو انجام میدی، نمیری مثلا رندوم به یکی دیگه. یا مثلا شده مثلا دختره اصلا من نمیشناخته رفته برام درینک گرفته و برده. جدی میفرمایی؟ نه واقعا یعنی خیلی سکسیه. ببین نمیگم، ببین اصلا بچه دخترایی که حالا این ویدیو رو میبینید حتما اگه پارسال جای دید براش درینک بگیرید. فردا الکلی میشیم ما هر جا انقدر درینک تاثیرگذاره روش بچه‌ها. با یه درینک میتونید موقع پارسال رو بزنید. ببین ولی جدی مثلا به نظر من یه پسر اگه بخواد مثلا جذب کنه دخترا رو، خب استایلش چقدر تاثیر داره؟ خیلی. چند درصد؟ 90%.
بیشتر تیپش و موهاش و استایل میشه کاریزماتیک بودن، خوش تیپ بودن، خوشبو بودن، بروز بودن و خوش تیپ بودن هم که گفتیم. همه اینا رو همه اینا با هم. باید با هم باشه. یعنی ببین اون پسره باید از خودش یک کرکتری بسازه که اون دخترای دیگه خب اون کرکتر رو ندیده باشن جایی. اصلا دیده باشن، ولی انقدر اون پسر باحال باشه. تو دوست داری با یه آدم بورینگ بری بیرون؟ نه مثلا هی خمیازه میکشه و حالش بد و خوابش میاد و مثلا نمیدونم حرفاش قشنگ نیست یا مثلا کفشش پاره است مثلا کفشش پاره است. آره تیشرت و این مود کفش ای دختر میاریش خونه میری جورابش سوراخه. اون موقع آجی تهناف بودم آجی من چند روز پیش من برم خونه یه نفر یه کفش بالمین دارم خب کفش چرمه رنگ داده بود به کف پام انگار هوملسم. کف پام سیاه یه ساعت رفتم دستشو شستم خونه یارو زنگ زده یارو میگه are you okay؟ فکر کردم مثلا مستم حالم بد رفتم دستشویی خوابیدم. یه سره بچه راجبه پارسش راجبه کاریزما و استایل و بوی خوب خب همینو دارم میگم. یعنی اصلا پوینت این حرفه این بود آقا گریه‌مون در اومد خنده. یعنی پوینت این حرفه همین بود که یعنی مثلا فکر کن با یه همچه آدمی بری دیت. حاجی خیلی بده. چی شد مثلا کفش پاره. آره واسه چی نه دیگه رفتیم ما لیف و نمیدونم چیزی کارو شد جورابا رو کم کف جورابا هم که نه ایزی ها شده کفش سیاه بود روش سفید. آیه عجب دوست. خلاصه چی اون شب به خیر گذشت. آره ولی کلا این کاریزماتیک بودن خب خیلی تاثیر میذاره. خیلی خب چیزی که دخترها بیشتر بهت میگن که مثلا تاثیرگذاره چیه مثلا؟ یه دایرکت گرفتم خیلی خنده دار بود زده بود I'm your next. خیلی قشنگ بود. I'm your next خیلی قشنگ بود. مثلا دایرکتایی که اونو جواب دادم. بیشتر جواب میدی یا جواب نمیدی؟ جواب نمیدم. ما یه بار آقا اومدیم جواب 2-3 نفر فنامون اول دادیم. هر روز صبح بخیر شب بخیر دایرکت ما پر شده بود. آقا این ویدیو این پیج ما رو شیر میکنی کمکمون میکنی. مثلا آخه واسه اون کاری که ما میکنیم نیست دیگه. خب مثلا تبلیغ کتونی بکنم که نمیتونم. کفش پاره رنگ بده و اینا رو بذار. ولی خب آره اینجوریه. ببین استایل تو رو من داشتم نگاه میکردم پارسا چون من هر مهمونی که میارم کفش پاره من هر مهمونی که میارم استایل قبلش رو باش مرور میکنم که چه شکلی بودی چه شکلی شدی تو این مسیر چه تأثیری رو حالا رو موزیکت داشت استایل چه تأثیری رو حالا طرفدار بیشتر گرفتنت داشت. راجع به استایل قدیمت برامون تعریف کن که چقدر زمان روش تأثیر گذاشت و تو حالا تغییرش دادی و الان این کسی که بغل من هستش شدی. ببین من خیلی سکریفایس کردم سر این قضیه. مثلا مدت من اومدم خواستم موسیقی مجاز بخونم اومده بودم مثلا یه استایل خیلی مردونه تو رو اینا بود و مثلا یکم اسپورت و اینا. ولی خب شرایط مالی خیلی تاثیر داره رو لباس. خب حالا ایران نگاه کن همه خوش تیپن اینجا نمیشه خرید. اینجا واقعا باید زمین از ایران بیارن. اینجا داشت مثلا اون تیشرتای دیور رو نمیدونم کفش و اینا رو هر ما نمیتونی داشته باشی. واقعا نمیشه. میدونی خیلی وقتا هست دیگه دل میدی به سمت تیشرت دیگه رو میاری به مرچ و این چیزا دیگه کم کم دیگه یا کسایی که اسپانسرتن. چون که اگه بخوای هر روز هر هفته کفش لویی ویتون بخری و نمیدونم یه کیف دیور بخری واسه 3 ماه بعد بری تو جاساس. واقعا سخته. آره نه ببین شدنی هست ولی عقلانی نیست. یعنی تو اگه بخوای مثلا هر ماه من خودم اینجوریم که مثلا ترجیح میدم مثلا هر که برای استایلت کردی چقدر بود؟ یه بار خرید مثلا بیشترین خریدی که کردی چقدر بود؟ بیشترین خرید؟ آره. بیشترین خریدی که کردم مثلا توی شب بوده
$15,000 بوده. $15,000 توی یه شب. توی یه بار. یه کیف خریدم و یه کفش و یه تیشرت. چه تأثیری داشت برات؟ خیلی. شات زیاد برات. ببین اصلا دیگه تو هوا بودم. تو هوا. یه کیف سوپریم که همینجا هستش اتفاقا. ایوه. با یه دونه تیشرت خریدم و یه کفش. خیلی دیگه اصلا حالم خیلی خوب بود. استایل قدیم تو برام بگو پارسا. استایل قدیمت چه تأثیری داشت؟ ببین بریدا رو میگی؟ بریدا. مثلا سبز بود و مشکی. ببین اون موقعی که من موزیک و اون مدلی شروع کردم داشتن اینو یه ماتریکسی بود موزیک، خب که آرتیستاش هم مشخصن، حالا لازم به گفتن نیست، همه داشتن اونجوری موزیکای مثلا اجتماعی و خیلی دارک و یا یه سری بودن پارتی میخوندن، توی ماتریکسی گیر کرده بود. یه استایل همه مدل موها و نمیدونم اینا هم ساده و خیلی بیسیک و استایلا هرچی بدتر بهتر. مثلا میدونی چی میگم؟ من فقط گفتم آقا من باید این ماتریکس خارجش کنم داستانو. مثلا اومدم مدل موامو اونجوری کردم. ببین چیزایی که من دیدم راجع به پارسا بچه تو خیلی از کارا پارسا اصلا یه عجیب رو میکنه و اون برگی که رو میکنه از دیدگاه من به عنوان کسی که دارم نگات میکنم بیرون، اون همیشه یه تاثیر خیلی عجیبی گذاشته. یعنی یه موج میده به رپ فارسی یا کلا لایف استایل، اینفلوئنس میکنم دقیقاً. یه سری آدم‌ها آره اینو من چند بار خودم تجربهش کردم این قضیه رو. و تو این مسیر خب موات هم یه چیزی بود که خیلی استایل مو، مدل ریش، حتی مثلا حالا اینجا خالیه اینجا پره الان نمیدونم، اون موقع مثلا اینجا بود ساده بود مثلا نمیدونم، بعد اینجا خالی شد مثلا، میدونی حتی این ریز دیتیل ها رو من توجه میکنم. اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ یعنی اون پیش زمینه فکریه این که چجوری اینا به ذهنت میاد؟ ببین اگه آرتیست باشی که ذاتاً توت آرتیستیک بودن هست، خب این تو ناخودآگاهته که از مارکت جلوتری از یه لحاظایی، از لحاظ پوشش، از لحاظ ساوند میوزیک، از لحاظ تیکه کلامات، مثلا ناخودآگاه جلوتری. خیلی وقتا هست مثلا توی جمعی میشینی یه پسری مثلا یه حرفایی میزنه که یه جور دیگه است، خنده‌دار، آدم باحال، تیکه‌هاش جدیده، اون جلوتره. حالا مثلا کارش تو موزیک نیست، مثلا تو کار یه چیز دیگه است. ولی این شکلیه اکثرا، مثلا آلفا توره این کاراکترها اینطوری. حالا من نمیخوام یا من خیلی آلفام یا چیزی، من خودم بیشتر کاریزماتیک میبینم تا آلفا بودم، که همیشه یکم جلوتر بودی از اون چیزی که دیگه باید باشی، مجبوری موزیکای خیلی خوبه به روز گوش بدی، به حرف آدمای کوچیک‌تر گوش کنی، احترام بذاری، چون نسل جدیدن که یعنی نسل بعد تو اونا بیشتر از تو میفهمن، آپدیت ترن، با موزیکای بهتر بزرگ شدن، با لباسای بهتری بزرگ شدن. میدونی مثلا ما اون موقعی که ما بزرگ شدیم، خب مثلا لباسا رو ببین چه وضعش خراب بود اون موقع. بچه‌ها من حالا یه سری از عکسای پارسا رو به خودش الان نشون میدم و حالا ریاکشن اینو بگیریم که آماده است همینجا. آره آماده است. قدی عکس من عکس‌ها رو چاپ کردم. لطفاً عکس پارسا اولین عکسی که میخوام بهت نشون بدم عکس آلبوم پروانه با موی بلاند پلاتینیومی و باحال. خب این چند سال پیشه؟ هم فکر کنم 1-2 سال پیش. همین واسه آلبوم پروانه است. خب نظر راجع به این مو چجوری بود؟ نظر مثبت بود. دوست داری دور برگردم؟ خیلی. ولی خب دیگه اون کاراکتر دیگه واسه اون موزیکاست. ببین نمیخوام مثلا اگه بخوام موزیکای جدید بدم کاراکترهای جدیدتری از خودم نشون میدم. نه میخوام اون واسهشون خاطره بمونه دیگه. مثلا من اشتباهی که کردم تایم برید بلوندم زیاد شد. خب برام آهنگایی که با اون برید بلونده مثلا میدادم، مثلا ونوم بود، نمیدونم بازنده بود، نمیدونم یه سری ترک‌ها اونجوری بود، تو ترک جدیدام هم کشیده شد اون استایل، به خاطر همون مویی که داشتی. آره چون فنای من ازم انتظار کاراکتر جدید و هی چیزای آپدیت و بروز دارن، چون همش تغییر می‌کرد تو. آره مثل آیفون الان چه جوریه یه شکل شده. آره. اینجوری شد. ولی هر سال آره من هر سال یه تغییر دادم. حالا الان یهو اینجوری آرمین توی افمیو یکی زده و شبیه مهران غفوریان شدی جی. جدی؟ آره. مهران غفوریان ما دوست داریم اگه برنامه رو مهران غفوریان. خب عکس بعدی. عکس بعدی سبز و مشکیه. سبز و مشکی. نظر راجع به این چیه؟ اینجا
خیلی چیز بودم اینجا، برند لباسمو داشتم میدادم، مرچ لایف ایز پینفول رو داشتم میدادم و رنگ سبز و اینا بود. این فکر کنم 6 سال 5 سال پیشه، 4-5 سال پیشه. آره. اون موقع فکر این بودی که این کارو بکنی؟ اون موقع داشتم برای مرچم فکر میکردم که استایلم مثلا این شکلی باشه. بعد ترکایی که اون موقع میدادم خب فرق داشتن، یکم دوپ بودن، باحال بودن، ولی خیلی قشنگ بود دیگه. یه استیج خیلی باحالی بود که و خیلی تاثیرگذار بود تو حال آدمایی که اومدن دیدن کاراتو. آره خیلی خیلی به خاطر همین متفاوت بودنه. فکر نکنم تو بین ایرانی‌ها کسی این رنگ مو رو داشت اون موقع. نه اصلا هم چیزی میخندیدن. تو ایران اصلا وجود نداشت. اصلا وجود نداشت. خب این به نظر تاثیر داشت که تو خارج ایران بودی. 100% اگه ایران بودی شاید این کارو نمیتونستی. نه من اگه ایران بودم اصلا تخمش هم نداشتم. واقعا راست شوی روکی گفتم. آره آخه دیگه ایران شما داری میبینی دیگه داداش، شما مثلا موهات اینجوری کن برو تو خیابون، کمترینش اینه انگشتی دیگه. الان اوکی. نه اون موقع بعد با قد و هیکل من لاشخور اینجوری با این آره دیگه نمیشد اجی، واقعا بد بود، اصلا خنده‌دار بود. تو ایران آخه مد اون موقع مثلا مد هیکل و بچه خوب بازی و نمیدونم برونز بکنی و نمیدونم تن بکنی و اینا بود. ولی این استایل نبود. نه چیزی که نه تازه این چیزی که من گفتم برای اون موقع ایران لیگ بچه خوبا بود. لیگ آدمای معمولی تر، هرچی بدتر بپوشی بود سیگار بدی. این عکس مدل موی قبل از اونه. این قبل از آره تو از جلوها داری میاد عقب. جلو دارم میام. تو از جلو داری میاد اصلا عقب. آقا این دوباره بحثمون اشتباه نگیرید. آره اینجا موام دردلاک بود، بعد رفتم کوتاه کردم اینا رو دادم عقب، همه رو بردی. آره عین ایکیوسان عین چیز شده بودم. ولی خب کلا تغییر رو دوست داری، یعنی اصلا من همیشه تغییر رو دوست دارم. من میای برای هرکات دوست داری یه مدل جدید بزنی اصلا بعد. آره مثلا این مدل موی الان ام جی زده، قبلش اینوری بود اینجا خط بود. پاستا رو نگاه کنید، این سری که اومد بهم گفتش که دوست دارم این ابروم یه خط باشه روش. حتی بعضی موقع منم شاید من یه چیز بیسیک تو ذهنم باشه براش که حالا به استایلش بیاد، ولی خودش دیتیلا رو خودش میگه، هر موقع میاد خودش میگه چی دوست داره و یه سری مدل‌ها رو تو ذهنش داره میگه و انجام میدیم و این خیلی تاثیر داره، چون فکر خلاقی داری حالا تو کارت تو استایلت همین متفاوته. آره باید به خود برسی. حالا من یه چیزی که الان عقب افتادم بحث باشگاه و جیمه. خب اصلا نمیتونم الان هندلش کنم. احساس کنم تو لایف استایل الانم اسکام همه چی جای مثلا همه این تیکه‌های پازل پر شده است، جایی برای این جا برای این جیمه ندارم، ولی جا برای مثلا میتونم غذا خوردنم بردارم جیمو بذارم جاش. خیلی بهتر میشه. پارسا توصیه تو به آدمایی که تو ایران میخوان آرتیست بشن. خب تو ایران همه آرتیست شدن الان ماشاءالله از همه نقاط ایران دیگه ریختن تو موزیک، دیگه جا نداریم موزیک بدیم. الان دیگه وایساده میگم این موزیکا تموم شه بعد ما دو تا موزیک هم بدیم. آره دیگه ماشاءالله الان دیگه همه دارن میخونن و همه چون موزیکای خوب گوش دادن تو دهه جدید کاراشون به نظر چجوریه؟ دیگه به مثلا 15 سال میرسه دیگه آماده است ترکشو بده بیرون. از دیدگاه تو حالا آدمایی که الان تو مارکتن چجوریان جدیدا؟ از دیدگاه من آدمایی که تو مارکتن کاملا غیر حرفه‌ای ان، یعنی فقط به خاطر صرفاً یعنی ترندای اینستاگرام اینا معروف میشن. الان ریلز بذاریم 10 میلیون ویو میخوریم، الان نمیدونم بریم توی نمیدونم کجا این کارو بکنیم انقدر ویو میخوریم، فقط به خاطر اینه. یعنی شاید خیلی هاشون مثلا ببین موزیکایی که خب به روز دنیا داره میاد و دارن میدن، ولی جلوتر از روز دنیا نیستن که بخوان مثلا متفاوت باشن. این چه میگم؟ مثلا جلوتر از آدمای الان خود مارکت موزیک ایران کسی نیست، همه توی لیگ دارن بازی میکنن. ولی خب اون جدیدا که اومدن به نظر تو جدیدا هم چیزی که هستو دارن میخونن، یعنی چیز اضافه نکردن، همونی که بودو دارن میدونی همونی که بودو دارن میخونن، یا مثلا همونی که هستو دارن ادامه میدن، چیز جدید به روز نمیاد. هر سال مثلا من آهنگ دارم مثلا های بچ اومدم همینجوری جلو اصلا ترک دارم به اسم بازنده با گیتار، ترک دارم مثلا میدونی ترک دارم مثلا دومپریون رگتون، میدونی یعنی هر سال من اصلا چیز جدید دادم. مثلا من خودمو که میبینم از آرتیست خب
مثلا بقیه رو میبینم که همه یا مثلا تو دریل گیر کردن الان، همه دارن جیم میپرن میشن خشتک میارن بولهک، میبینم همه هم زیر تابلو مثلا نیاوران و نمیدونم شرق و غرب و اینا عکس بگیرن و نمیدونم تتو و اینا، دو تا دست و اینجوری و اونجوری اینا باشن گنگستر تو ایران. اصلا اشتباهه. بود دیگه الان دیگه لاشخورای تهران همه دیگه گوگلی شدن و آروم همه تو جاساز، اونایی که لاته واقعا ادای بچه خوبا رو در میارن، اونایی که عشقشو دارن ادلاتا رو در میارن. یعنی الان مارکتمون اینجوری شده کاملا. آره. همه چی برگشته کاملا هم خطرناکه. هر لحظه ممکنه که تفنگ برداره بزنه یک. آره که مثلا بگه من خیلی دیگه تو رپ دیگه ترکوندم. خب خیلی خطریه تو رپ. حالا تو ایرانیا ما اول بحثمونو، تو ایرانیا با کی بیشتر حال میکنی؟ با خودم دیگه. بعد خودت؟ بعد خودم دوستام. نمیتونم اسم میارم الان مغزم نمیرسه. ولی بعد خود رپر زیاده. از نسل جدید بخوایم بگیم مثلا. نسل جدید چون نسل قدیم که ثابت شده و لجند میشن دیگه. نسل قدیم که نیازی نداره توضیح، اسمشون هست. نسل جدید الان لیریکالی مثلا من تی جی رو دوست دارم. آره باش حال میکنم، شعراش جناس داره و خفنه. رپرهای دیگه خب الان مثلا داریم میبینیم مثلا ترندا، مثلا رپر هست مثلا آشنا مثلا رپ میخونه، مثلا وای میسته مثلا چیزای دوپ میخونه، چیزای گنگ میخونه، نمیدونم از مشکلات جامعهش میگه، مثلا باحاله میدونی، مثلا حرفش راحت بیان میشه، قشنگه به نظر من. یعنی شعرش مثلا من خودم آره مثلا ببین اینکه ما بگیم مثلا جاده و تاریکی در باز میشه پیرزنی عصابه دست، نمیدونم نور شب را بشکاف به سمت غروب به پیوند، مثلا ببین قشنگه خب ولی اون مسیری که من دارم میرم نه سلیقه من نیست. خب شعر قشنگیه، مثلا ما حافظ و سعدی داریم، خب اینایی که الان دارم اونجوری میخونم ما حافظ سعدی الان نه که ولی دارم با یه سبک دیگه میخونم. آره دارم مثلا تو رپ میخوننه، شعر قوی بابا، شعرشون خیلی قویه، ولی من میگم هر چیز دیگه نباید تو ماچ، هر چیزی هر چیز حدش نگه، هر چی باید در حد. مثلا اگه موزیک رپ قراره کنسرتی باشه، نمیدونم قراره مثلا من چون ویژنم اینجوریه مثلا چیزی که الان تو ذهنم، با کسی الان تو رپ فارسی بیف داری؟ بیف گوشت یعنی بیف چیکن دارم آجی. چیکن داری؟ آره بیف ندارم نه آخه یا در حد نیستن یا اگه باشن هم الان دوستیم دیگه با هم دیگه الان با هیچ مشکلی نداری؟ نه با کسی ندارم، حوصله آهنگ گنگ دادن ندارم راستشو بخوای، چون بخوای مشکل داشته باشی بعد یه حرکتی بزنی، یعنی بعدش ببین من بیفایی رو دوست دارم که فیک نباشن، به خاطر همون ترجیح میدم از بیف نکنم و یعنی بیفایی که فیکن بعضا فقط واسه گول زدن گوش مخاطب و ویو دزدیدنه. یعنی شما مثلا موزیکت قدرتشو نداره بخوای مثلا شنونده داشته باشی، میای حالا بیف کنی با یکی که مثلا با هم دیگه میشناسینم و با هم دیگه بیف کنین الکی معروف شی. ببین داستان بیف از این میاد که از حسودی شروع میشه یا مثلا هست حسودی 90% حسودیه. حسودی از چی میاد؟ حسودی به این که چه میدونم یهو داف یارو داره آهنگ تو گوش میده، اینو من فکر نکرده بودم. تریبلاوش داره آهنگ نه خب ولی این چیزا میاد 100% هست واسه من 100 بار آره یا میاد یا میخوان مثلا جلوی یکی مثلا یکی رو خراب کنن آهنگ اینجوریش هم هست. خب کم کم یه هیت بدون اینکه بشناسنت یه هیتی میگیری، یعنی یارو میشه اصلا نمیدونه نمیشناستت، بعد نگفته بخنده، بعد حال نمیکنه. آره بی دلیل یه دفعه میاد دیس میکنه. آره بعد اینو من که نمیدونم، خب مثلا من به عنوان آرتیست مثلا میرم توی جمعی شاید شده مثلا واسه یه کسی که اصلا هیترم بوده مثلا درینک هم خریدم، مثلا یارو گفته دمت گرم و اینا، ولی یارو مثلا پشتم مثلا هیتر قول من بوده ولی نمیدونستی. آره نمیدونستم. آره بعدن که میفهمی ریاکشنت با این مهم نیست بعدم برام دیگه، چون اون یارو شاید تو کل زندگیش منو یه بار ببینه پس تو همون یه باری که میبینه همین اتفاق براش بسته که هر جا رفت بشینه دیگه. آره من مثلا هر کی میبینم خیلی نایسم باش. آره واقعا دفعه اول میبینم خیلی نایسم، دفعه دوم ندید. شوخی میگم. خب از برنامه‌های آیندهت بگو برامون تو ونکوور چی کارا قراره بکنی؟ ببین برنامه‌های آینده ما قراره که اینجا حتما یه برنامه شو داشته باشیم، یه کنسرتی و داریم الان توی صحبتاش این منیجرها با همه دارن با هم برنامه رو میچینن که احتمالاً 3 تا آرتیست دیگه و 2 تا آرتیست دیگه هم باشن با من
و خب حالا 2 تا دیجی مثلا وارم اپ داریم و 2 تا آرتیست نیو آرتیستایی که میخوام باشن و قراره بذاریم برای وارم اپ بیان حتما. تایمش به نظرت کی میتونه باشه؟ احتمالاً توی اپریل اپریل باید باشه، اینجوری که ما داریم پلن میچینیم. هنوز 100 نیست ولی قراره باشه. آل ایج هم هست تقریبا، فکر کنم آل ایج نیست ولی یه جورایی هست. یه جورایی هست. یعنی که بتونن بیان دیگه، چون ما فنامون اکثرا بین رنج سنی 17 18 19 20 مثلا تا مثلا حالا 30 سال هم هستن. اوکی. مثلا تو این محدوده میچرخه. بچه‌های ونکوور، بچه‌ها امروز اولین باری که من در پارسین شنیدم که قراره کنسرت بذاره. کسی که این ویدیو رو می‌بینید حتما تو ذهنتون باشه، حالا به زودی میاد براتون تمام ادورتایزمنتش که چجوری اتفاق بیفته. به چه صورت؟ خیلی خوشحالم که اینجا داری این کارو می‌کنی و تو شهری که همه آدمایی که دوست دارن تو رو ببینن میتونن ببینن و حال کنن. قربت برم دیگه. آره دیگه بچه‌ها رو اون شکلی میتونیم ببینیم. ایول، چون باید ولی خیلی کنسرت عجیبی قراره باشه. پلن چیدم براش. نمیخوام بگی که آره اصلا خیلی قراره باید بخونن. نمیتونم اونا رو بگم چون هنوز دیلاشون ساین نشده و اوکی. از برنامه‌های موزیکی بهمون بگو که چجوریه؟ برنامه موزیکی هم فعلا خب این مدت بگم شاید یه 13 14 تا ترک ساختم. ایوه. ولی خب بیرون نیومدن. 2 تاشون آماده شدن. یه ترک هست به اسم پنیک اتک که حالا الان دارید اینجا می‌بینید، قراره که چند وقت دیگه بیاد از رادیو جوان. و حالا تایمش هم نذاشتم، هنوز هیچکی نمیدونه اینجا دارم میگم. پنیک اتک قراره بیاد که یه موزیکی راجع به موقعی که طرفت وقتی تو رو میبینه پنیک اتک میکنه. اینو شنیده بودم. بله، طرفت پنیک اتک میکنه یا حالش بده، ولی توی این موزیک من اینو آوردم و به صورت احساسی اینو من نشون دادم و خیلی بعد این موزیک ویدیو هم داره. نه دیگه موزیک ویدیوشو نه دیگه اینجا نمیگیریم دیگه، چون اینجا بگیریم آره جا نمیشه تو تصویر. کله ماشاءالله. آره موزیک پنیک اتکه و موقعی که پنیک میکنی و حالت واقعا بده و میلرزی و اینا، لرزشو بخوای موزیک آره لرزش و حالا خنده‌دار شد ولی موزیک واقعا ناراحت کننده ایه. آره موزیک خیلی غمگینیه. به نظر چند وقت دیگه میاد این موزیک؟ احتمالاً توی همین ماه چندم امروز نمیدونم، شاید مثلا 20 روز دیگه اینا، شاید کمتر از 20 روز دیگه. به نظر ایرانی هم دیگه رو ساپورت میکنن؟ بله بله. آخه ایرانی هم دیگه رو ساپورت ایرانی‌ها پشتم نزنن ساپورت نمیخواد بکنن. دلیلش تو چی میدونی؟ من این موضوعی که با همه صحبت میکنم، هر کی مهمونی که دارم. ببین اگه اکثرا دقت کنی به نظر من مثلا ایرانی‌ها شغلای خیلی خوبم انتخاب میکنن. خب مثلا حتی اگه یارو مثلا توی زارو هم باشه مثلا کشرشه، یا مثلا اگه نمیدونم حالا یه شغل خیلی مثلا چیز گفتم، مثلا میدونی همیشه سعی میکنن تو اون پوزیشنی که هستن جا خوبه رو انتخاب کنن. اوکی اسکام بحث ساپورت زیاد چون اصلا فرهنگ سازی نشده تو ایران، اصلا کسی یاد نگرفته چجوری باید ساپورت، چون اصلا ساپورت شدن و اصلا فرهنگ سازی نشده. خب نسل جدید داره ساپورت کردن و آموزش میده به نسل بالاتر یاد میده. آره میدونی یعنی چیزی بوده که بچگی ما ندیدیم اصلا نداشتیم. ساپورت چی بوده؟ ساپورت یعنی چه بچگی؟ مثلا تو چی مثلا؟ هیچ آفرین خانواده. من فقط یادم خانواده ساپورت میگه. اونم میگه چه ساپورتی مثلا دیگه غذا و اینا بده. زندان هم بهت میدن اون غذا رو. کلا ساپورت دلم سوخت براش. من خانواده شهیده بودم میگفتم ما ساپورت شهید. آقا خلاصه این شکلی ساپورت اصلا تو کدوم دانشگاه میان به بچه‌ها یاد بدن که آقا ساپورت کنید؟ داداش این از چی میاد؟ از بی فرهنگی، از جامعه فقیر، همیشه فکر میکنن از تخم‌مردوزی مردم، این چیزا میاد. همیشه فکر میکنن که آقا مثلا تو پیشرفت کنی یه چیزی از نون سفره اونا کم میشه. خب چرا این دلیلش؟ آقا ایرانیم دیگه. یا الان من و تو که ایرانیم. ایران هم زندگی کردیم تو بدترین محله‌های ایران هم شاید بزرگ شده باشیم. خب دیگه پس نمیام ایرانی‌ها رو خراب کنیم. یه چیزی که واقعا هست داریم میگیم، درسته؟ که الان فکر نکنم ما الان اومدیم مثلا تو ونکووریم داریم اینو میگیم. نه همون ایران هم همین بوده.
من میگم بازم میگم تو نسل جدید خیلی بهتره این قضیه خب، ولی هم این چشم و هم چشمی و این چیزای ایرانی و تعارف و چشم و هم چشمی اصلا این چیزا توی اخلاق اینوریا نیست، اصلا وجود نداره. وجود نداره واقعا. به نظر چجوری میتونیم اینو درستش کنیم؟ چه کاری از دست من و تو برمیاد؟ هیچ کاری هیچ کاری برنمیاد. مگر اینکه میگم حالا مثلا من به عنوان آرتیست خب خیلی اینفلوئنس کردم این قضیه رو که آقا مثلا برید اسپاتیفای، کی مثلا 8 سال پیش 7 سال پیش برید اسپاتیفای ساپورت کنید، کامنت بذارید برام، این پست کامنتاش انقدر چه این موزیک میاد، پول که نمیدید مثلا اینجوری کاری بکنیم. آره ولی خب دیدی چیزی ازشون از ساپورت؟ خیلی من فنام اصلا عاشقان پارسالی عاشقان اصلا- پارسالی واقعا ترکوندن دیگه. دیگه اصلا این مور و ملخ همه جا رو دارن. دمشون گرم. آره خیلی ساپورت همه خواننده از به نظر من تمام آرتیستا از طرفداراشون ساپورت رو میگیرن، ساپورت رو میگیرن. حالا چه مالی چه معنوی چه احساسی چه فشاری. احساسی فشاری. پارسا مرسی که امروز با ما بودی، خیلی چاکرتیم. افتخار دادی اومدی، واقعا بچه‌ها. خوشحالم که بچه امروز کنار پارسا بودم، کلی حالا راجع موضوع مختلف با هم صحبت کردیم، امیدوارم براتون حالا جذاب باشه و امیدوارم که بازم تو مسیرهای دیگه زندگی که موفق باش. هستی موفق باشی و همینجوری که تا الان ترکوندی بیشتر از این بترکونی و همیشه ما افتخار کنیم که همچین رفیقی داریم. آقا چاکرتیم، فدات شم. بچه‌ها قبل اینکه برنامه تموم شه پارسا برام میخواد یه اجرا کنه و ما برنامه رو با اجرای پارسا تمام میکنیم. احساسی خیلی احساسی باشه، خواهش میکنم. قربونت. نورا رو کم کنید و گیتار گیتار رو رو بچه‌ها کم میکنیم، گیتار رو به پارسا میدیم. بگو بهم بازنده چون نفسمو دادم بهت، میدونم که راحته دلو بشکنی با حرفت. بگو بهم بازنده چون همه چیمو باختم بهت، همیشه بعد آخرش تو هم فرق نداری با همه. بگو چی تو رو اینطوری خوابت کرد، مردم با خاطراتی که یادت رفت، کی خودشو جای من بهت ثابت کرد، حس میکنم یخ زدم تو آب سرد. بگو چه ویژنی داشتی واسه من تو که اهمیت نمیدی به حرف مردم، به دادم خنده رو گرفتمش درد و فکر کنم دیگه فاصله خوبه واسه هر دو. بگو بهم بازنده چون همه چیمو دارم بهت، میدونم که راحته دلو بشکنی با حرفت. بگو بهم بازنده چون همه چیمو باختم بهت، همیشه بعد آخرش تو هم فرق نداری با